از دیگران گسستم که به تو بپیوندم. تو رو در آینه چشمانم میبینم، در پرده پندارم، در جای جای وجودم، در محراب سینه‌ام، در کعبه وجودم. الهی تو در جویبار رگ‌هایم جریان داری، در همه نفس‌هایم جاری هستی، در شگفتی‌های وجودم بودنت را به تماشا گذاشتی. هر نگاهم تو را می‌بیند و هر تپش دلم تو را فریاد می‌زند. خدایا در کعبه چرا؟ تو در دیده منی، تو در قلب منی. سرگشتگی در بادیه ها چرا؟ تو در قلب منی. در بیسویی ها و بیکرانگی ها چرا؟ تو در جان منی.